چی سلام خوبی؟ ببین من الان یه قرار دارم، قرار اول دارم با یه دختره. بعد من همیشه تو همین شرایط استرس میگیرم، میگوزم تو قرار اول. خب من تو قرار اول میگوزم، اگه یه موقعی این اتفاق افتاد چیکار کنم که طبیعی باشه و من فکر کنه من نبودم؟ خب خیلی طبیعیه که استرس داشته باشی. اگه خدای نکرده یه موقع گوزیدی، سعی کن آروم و طبیعی برخورد کنی. شاید یه خنده کوچیک یا یه عذرخواهی خیلی ملایم کافی باشه. مطمئن باش که خیلی این اتفاق براش میفته. خب من الان میفته. خانم سلام، خوب هستین؟ هر زمان دوست داشتی من شما خوشم اومده حقیقتا. بعد من یه مقداری استرس دارم، یه ذره خجالتی ام. بعد کاملا قابل درک. چی نشد که من گوزیدم بابا، آبروم رفت دهن سرویس. چه می‌دونم این کردی. الان چجوری جمعش کنم؟ یک لبخند گرم و طبیعی میتونه خیلی کمک کنه که جو رو دوستانه و راحت نگه داری. اینطوری هم خودت راحت‌تر میشی، هم یه لبخند بزنم اوکی یعنی؟ آره یه لبخند بزن. خودم میخندید که دارم میخندن میخوره. سریعا منطقه رو ترک کن تا بیشتر از این آبریزی نشوی. بلش کن بابا، آبروم رفت بابا. چی به میخندم؟ آبروم رفت. نگران نباش، واقعا این اتفاقات پیش میاد و به